اولین ویدیو چنل من سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومد به اولین ویدیو چنل من، چنل نوا یوسف. تازه زدم بعد مدت ها کونگوشادی گذاشتم کنار. میخوام تنگ کنم آقا بریم که بتره کنیم. بچه سلام علیک کنید. با این جواد دلو امیر پکا داریم ویدیو میگیریم. امیدوارم که ویدیو خوبی داره. خب کسچر بگید دیگه این وسطه. بچه‌ها خوش اومدید به چنل یوسف. یوسفو ساب کنید همین. منو ساب کنید تو رو خدا. بچه من با جواد شرط بستم منو یه ماه یکا کنید. بچه سر 20 میلیونه. خب همین سلام علیکم. آقا سلام به همگی. اومدیم یه ویدیو بگیریم با دوش یوسف. بریم اولین ویدیو چجوری در بده یوسف؟ امیرم اول میخواد. صفا بچه آقا میخوایم جواد اول بزنه. چنل منه دیگه. من تصمیم میگیرم اینجا. رئیس من کد تن منه. یه دونه زیاد کردی ویدیو تو. خوردم به مهدی ایرانیه ببین. من اصلا صدای ویدیوم قطعه. اصلا صدای بازی رو وصل کنم. برو صدا بازی وصل کن. گوشتا با قطعش. مهدی. خب یه دونه بذارم یا دو تا؟ حباب داره بیزاره. مهدیش دو تا پایین چیز داره این عربه. داداشم مهدی ام. این اصلا میگم ایرانی. داداشم مهدی پس. نه اون مهدی پس نیست، مهدی ام. وای خیلی شیرین. خیلی کیرینجم میدونم. بچه انشالله راه میفتم. بوتای دل شیرین یوسفو میگه. بخاطر باید یه حس انتقام داره. اشکال نداره. بگاه خب یا مگانایت یا بگاه. پرنسس رو میزنیم لب پول. آموزشی بگاه سر پول. بچه دقیقا اسکیش مثل اسکیل امیر میمونه. هرچی میزنه رو پل پکا میزنه. یهو میگی داداش اسکلت ستایی زده رو پل. نه پکا باید بزنم رو پل. طرف اکسیر نداره. زبونم گرفت. وای حاجی تا دست زدشی. یه ریج لایک. اگه داشته باشه یا لایک. شاید هم دو اس بدم معلوم نیست. چون گارد داره آخه. وای اون اسکل کینگ اون یکم وای چیه داداش اینا بیان چلو میخوای راکتش کنی. وای چی؟ وای چه وایی؟ یوسف بمیر. منو کشت. چرا نمیدونم گل میکسیریا؟ یه دونه بزن اون. یه دونه مادر. مرسی نایت ریچ. با اینکه کینگ تا گیر کیرش هم نیست کینگ. زد کینگو اکتیو کرد. ولی همین کینگ اینقدر تاثیر داره وایسا. ولی کینگا موند. واجی تاور چپ رفت. تاور راستم رفت. اسکی. جد گوشه خاموش کن که بس دیگه واسه امروز. خاموش کن برو. هست اونجا این پر کنه. یارو دوله یارو پکا پلیرا یه احمقه. امیر از هیچی بهت نمیگه. چون خودشون تو دک حریفه بدبختی اینه. توش مهم نیست بودن من، مهم بودن تو عزیزم. وای این اوضاع خرابه. واسه فکر کنم اکسی چقدر دوره کسخل کارت داره ریجم داره. آموزشی بود این یکی این فرتاوه. چرا کارت نمی؟ بابا مادر زندگی کن رو اون خار کسه. واجی فکر کنم 12 ثانیه نچسب این. وای حاجی جان داداش تاورت هم بگیره بازم نه فکر مادرتو میگم کس نه اینفرنو اینفرنو زد تو رفت نونوایی زد تو گوش همه دیگه نونو گرفت. مثلا آقا یوسف من بزنم ویدیو چنل نگفتی حاجی یوسف بچه یک کاسات برسه فیس ریویل میکنه. او مای گاد. از همین الان فیس یوسف عکس میگیرن فروشی 100 تومن. امیر این رسمش نبود. 100 تومنه چی؟ مثلا 1 تومن 2 تومن 100 تومن. با دک دوست داشتنی خودمون می‌خوایم بتل بزنیم. فیس امیر 95 تومن 99 تومن. بچه‌ها به یک حساب برسم امیرم فیسشو نشون میده حالا که اینجوری شد. واقعا تو به من چیکار داری تو؟ همینی که هست. بچه‌ها اتفاقا یه عکس اتفاقا امیر داشت می‌خواد چنل بزنه که یک حساب شد بشه. چی تو؟ دورک بیرینز؟ یوسف دک عوض کردی قرار. ایدراک؟ لایت داری؟ نه. واجی اون چیز خوراک لایت بود. باختم بابا یارو زده. واجی اون پکارم رایدره میشه باشه این
خب من خب، وایسا. که دمیجی بخورم ما تو بیر سرشین کجون یه گارد منو گولر الهی که اون سنگه قل بخوره بره تو سننت بی تربیت اصلا قرار چیکار بریم ویدیو خفه شو آدم اولین ویدیوش مؤدب بابا اب نداره یوسف بابا یه وای، باخت بن. یه سنگ بولره دیگه سیت کافه دیگه حالا چرا چند نمیشه بولره؟ میزد لبه وای بابا اشتاینش میرسه نوید داد اصلا مال اشتاین نیستی با نایت دفاع میکنه نایت بافیس دروغ که نمیگی ما ماجی بذار تامله این آجی داشت این یتکر من کات میدم کینگ فعال کردم ما میره کارو فقط از چنل یوسف می‌بینیم. مینی پکات داداشی همیشگی تورکی چی داره یوسف به مولا حبستو میکشم مام نمیزنه الان دیگه نمی‌دونم واسه چی نمردم وای حاجی امیر منتظر بود تیره نخوره بهش دهن منو میگاهی یه دونه زیاد کردی کسیجی نبر آره بابا یه دونه زیاد کردم وقت نداریم خودش بگاه میره به ما چیزی نمیشه یادش ریدم هاجی آن ریخت داره تو بگاه میره داره یه بولر حتون دارکی مثل لاشی میره بگاه رو ولد سه نشی سه انه سه چه شده الان بهت میگم بذار ناکبون اونم گرفت دارک خوبی دارم اشتاین اویر زد سه شد اینه آره پکانو اشکیله آره داداش مگه نمیبینی که این گوبلی میزنم داشت برسیم بزن وای خدا برسیم به بطل امیر بچه ها امیرم خیلی کاپش پایینه به نظرم آره شما تاپ 1800 دید من تاپ 2 چی میگی امیر چی میگی داداش چی برش قطع شد نتت ریده اگه دوست داری اتصال بدم دوش شوار کامنتی کن نت بهت دادم جایته وای چه مچاپی داری امیر الان یارو از چون میکنه کنون بعدی زد پکالندو امیر به قرآن میتونی بزنی پکا بزن رو پال پکا بچه ایستاده میخوایم واسه امیر دست بزنیم حاجی جان حاجی فدات شه فونیکس داره بچه یه دوره امیرینا فونیکس میخواستم بخرم بعد دید فونیکس نرف شد رفت سراغ پکا حاجی خیلی جدی دارم بزنم خیلی کیرین تامنیلو میزنم کیرینشتن ویدیو یوتیوب پرشین فارسی هم نه پرشین وای امیر تو خیلی سفیدی داداش یارو رید من چیکار کنم همین یه دقیقه بکش من ببینیم کور میشیم یا نه لاشی چیزی باید میندازه دور گردن جلو رو نگفتم پشت رو گفتم خب فکر کنم من خیلی زود تام کردم یه بتل خود بزنم برای آخرین بتل ویدیو باشه دیگه بالاخره من بزنم سال چنل باید بتل بزنم جواد باید بزنم سال چنل باید آخرین بتل رو بزنم چرا آخرین متل رو الان این هنوز که مونده یه رو تو بزن مونده بابا 10 دقیقه تایم داریم امیر تو خونه‌شون اینجوری نمیز پوش کنه صدا حاجی امیر احمد میاد خونه ما پوش میکنه تو بزن نشده کیر بخور امیر اینجوری بود کسکی باشه دیگه کجی نمیشه چی دارم وای حاجی برای نمیزد گوستم تو استفاده کنم یه خب من ساعتم خیلی همین لازمه وای کارما نبود یکیش چسبید چسبیده حاجی چسبید به تابه برای چرا انداخت مجی گارچه ببریم داداش بچه ها برل رو دیدید آموزشی بوده این نکته آموزشی بچه ها به پاور مثلا کی میتونه اکتیو کنه اینجوری
یوسف یاد بگیر ریدی با اون بخندن. وای آجی کاش که قیافت بود. یوسف با اون مینی پک انداختن یاد بگیر. نکنه دوش جواد یاد بگیر. امیر چقدر هیت میدی به من. دو پیش داشتیم کوچه میگفت در واقع نه. چقدر همین پست میگه به من انرژی بده. حاجی وایسا. امیر تو الان تو تیم کی داداش؟ تیم ایشی داشت، هر کی تیم خودشه. تیم جمع نکنه اینجا دو به تک کنه. تیم کشیه مگه؟ حاجی چی داد؟ به جا نایت آورده اونو؟ نه نایت نداریم. به جاش بوم تاور آورده آجی. حاجی پشمام. چونده 2 دقیقه از تو تعریف کرده. نه آکو حاجی اینو گوبلین می‌سری. گنگ بره. برو آیس. گوبلین گنگ بره. گوبلین گنگ بره. بره 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 کسکه. ریدم تا برا. بی تربیت. بچه چجوری این جواده رو ساب دارید؟ سنده گو. الان خیلی یوسف با ادبی تو مثلا. وایس. میخوام لهجه وای، قومی باشه، ویدیو نگاه بذارم. میدونی که قومی ها فقط فوش میدن. بچه در تلاشم ایشالله اونم به امید خدا میگیرم. یارو پسکول یه تورنادو نمیشه این کارو. بچه یه ویدیو میخوام با جواد بگیرم لهجه قومی صحبت کنیم. کلا میخوایم فوش بدیم تو ویدیو. لهجه قومی چیه؟ من قومی هم لاشی. کجایی پس افغانی؟ همدانی هم من گسکی. بچه عکس جواد رو تو ادیت میذارم بگید افغانیه یا ایرانیه. من هر روز دارم ویدیو میذارم. نه اون عکسی که من دارم و بگم پاک کردی. نوستالژیکه آقا جواد. نوستالژی. عید کی بود گذاشته جی پشمام. ببین یه کاری میکنی رو کپی رایت بزنم همین. رو چه حساب میخوای کن؟ صداشو گذاشتی رو ویدیو نیست کپی رایت بزنه. اندروپه بندازم تو چونت. دفاع کار میکنم. کسنه زده دیگه ما. آره یه کس که یه تورنادو ماجیک میکنه. فشاری نکن. اوری یا میدونی الان مشکلی چیه اینجا فشارش دیگه نمیتونی ویدیو رو ببندی. نه اینجا قاعده وای. اینجا کد تن من آقا نگاه کن. آره تو گاییدم مادر جنده. مادر تو گاییدم. یوسف برو آخرین متن رو بزن تمام کنیم بازی کسش رو. دیشب یوسف میخواد بره بعد بز گوشی دوم بیارم. چرا به ما رسید گوشی دوم؟ بیارم ببینم اکستیر بگم. آره اصلا ببین. به یه بار نه به 2 بارم نه. بچه جواد خواست فخر فروشی کنه بگه 2 تا گوشی داره. چونده ما یه دونه داریم بهش مینازیم. لاگه فکر کنم بهت خورده. حاجی دکمو عوض کردم. گوبلین جاین تر حاجی آوردی؟ چیزه لایک بیت نیست که. ریدم تو دهنه گوبلین جاین تر آورده. اونا که می آوردن بدتر می باختن. ریج دارم اونو. ریدی که نه گوبلین جاین با بولر لایت من نیست یار. چرا؟ زدش میگیره همینجا دو دستی میکنه تو درامت می. آقا جواد میتونه 2 دستی بزنه بهش. ها آره. بعد شد آها میدونم حاجی راستش میگم چون یه بار زده بودی. سرخ جون آقا جواد شما فقط ما رو بزن. لوگی زد یاد بگیر جواد. کسکش چه لایکی زد؟ لاگو زد ببین به این فر نچسبید. ویلمون کن. لای چه گایی؟ نباید میزد این فرشو یه لای چه گایی. چی سم میدارم اینه. یوسف ریکسی نداری. یه بار برای کورتو بارو میکنه. رفت تا 2 برابر بتونی بگیریش. آقا می یه دقیقه هیت نده کون هیت نمیدن نخوام. دارم آموزش بهت میدم. الان این فر بعدی. لایت نداری یوسف؟ حاجی چجوری سایکل کرد؟ این فرنوشو یاد گرفتم. دنگاییده. این فرنو قشنگ میزد دیگه کسیش. حاجی کسکش اسلام بده 2 تکسی داره. نزن اشتنی نزن سر. با چی اسفم بدم؟ با کدومش اسفم بدم؟ کسخل گارد من اشتنی بده جلوش اینجا خره. حاجی خیلی خره. بابا اینو آنساب کنی. اصلا من صاب ندارم. آدم با میگفتی؟ خب کسخل راکت بهش دادی الان یه راکت این چقدر خره. امیر یه دقیقه هیت نده بذار تمرکز کنم. داری چیکار میکنی کون؟ بابا داره بذار چیز زنگ بزنم. آنالیز چنلشو نگاه میکنه.
جواد خیلی لاشی خیلی کنده ای تو داری میبری دیگه. لاشی داری چیکار میکنی؟ بابا تو حواست بازی باشه بازی کن. آقا دارید پشت من یه کارایی میکنید. داشت جلوت داریم بکنم کنم پاشید اون بر مرسی عروتو زدی؟ عروتو زدی پاشید بعد سدم نگرفت که وای بابا این لاگیت پلیر رو چرا انقدر سفیدن؟ بچه هیت بدید دوش تو کامنت دار. داداش اینجا نگاه جواد چی پوشیده یادم نبود. این کونه دوباره گردی زد بابا اصلا حواسم نیست دارم به ریدی. بچه. یوسف امضای کارتو زدم آجی. اصلا حواسم به امضای کار. داره زنگ میکنه. شیر بکن نتم با اینکه ایچه ولی من تو دستم کار کنم. اسم جواد هری بود رو ویدیو. خب قطعش کنم. بچه امیدوارم که لذت برده باشید این ویدیو. اولین ویدیوی منه. لطفا منو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. دیگه همینیه بچه. خداحافظی کنید، دشمنتون رو بذارید در خونه ما. آقا خدافظی الان با کلنگ میافتاد دنبال اون خدا بچه امیدوارم لذت برده باشید.